حجامو، اونایی که حجامو میکنن این سونو خب حجابا. بازاری بازاری بود سرتراشو. خب ام. غیر از این بازاری ارد داشتم، بازاری عسل و بازاری روغن و بازاری که دانگی و غیره. یعنی که این قدر اون زمان مردم خفه مونده نبودن، کم کم ترتیبم داشتن به همین شکل. خب خب بله. غیر از این مکه ها برای خودشون جاهای استراحت هم داشتن، یعنی خب جاهایی بود که میرفتن استراحت میکردن. ما فکر میکنیم این چیزا نو برام دیگه، غالبا مردم فکر میکنن که این جای استراحتی و اینا هم پارک ما چیز، اما در اون زمان هم بودن. تا حتی مکه ها میگن که هنگام زمستون در مکه میگذروندن، تابستونشون میرفتن طائف میگذروندن. چون که او طائف جای سبز است، سرسبز است، درخت بسیار است، هواش خود هوای وطن مون است. یعنی که دچا میرفتی انده دچا. ها دبی. مخیل، یعنی که هوای چی تاجیکستان نبود، یعنی که به همین شکل زندگی اونها میگذشت. بعد بازارای داشتن، بازاراشو خیلی بازارای معروف است برادر. اینجا بعضی نمودی بازاراشو آورده است در چیزی اطلسی پیامبر. ما از اینجا نشون میتیم برادر. من این بازارایی که در اطراف مکه، همین چیزایی که با این شکل اکس است کو اکس، همه همینا بازار بود. اینا در تمام نیم جزیره هست. در نزدیکی دیده؟ بحر میشید است استاد بازارشان. بله. برای اینکه اون وقت از بحر تنقل آسان‌تر بود، این با ریگ گشتن وزین است که مردم با واسطه ترانسپورت. چی حرکت میکردن. بله بله اصلا کشتی قطی بارا دیده؟ می آوردن. بله. بعد از همه بسیارش بینه اینجا مکه است، در اطراف مکه است بازار. چون که هم حج میکردن، هم یک بار چیشه میکردن. اما آیات هم هست که میگه لیشهدوا هیچ شما غیر از حج. خب بعضی انسان‌ها بودن که خیلی مشهور و خیلی ثروتمند بودن در بین مکه‌ها و مثلا ببین میگه در تجارت مثلا زنها بودن. تو خدیجه خب بنت خویلد زنی پیامبر علیه السلام و حنظله مادر ابو جهل، یعنی که دو تا همین زن به تجارت بین مردم خیلی مشهور بودن. این یعنی به قرآن هم مانند اثبات کرده امروزه است. استاد یعنی به مانند امروزه که زنها بیشتر به تجارت مشغول هستند بودن، اما تا این حد نبودن، یعنی به این معنا میشدن. بله غالبا زمین دیگر منطقه های نیم جزیره عرب اینها رو اهل الله میگفتن. اهل الله معناش چی؟ یعنی که گویا که اینا اهل خدا باشن، گویا که خانواده خدا باشن، به همین معنا. یعنی که اینا خانه خدا که همسایه هستند یا همسایه های خدا هستند، یعنی که مکانتی یک بزرگ در دل اونها داشتن. اینا برای من اساسی تجارت در همین اطرافی محکم میشد و معامله هاشون برادر با معامله عمله پولیش بسیارتر با همون تنگای بیزنطی میشد یا تنگای درهم یا که تنگای فارسی. هم فارسی استفاده می‌کردن هم بیزانتیه. یعنی ببینن همون زمان هم خودی حاضر به هم دلار و یورو خیلی هست. اون زمان هم دو دولت بزرگ و پول خودش دیگه بالای دیگه ملت‌های ضعیف بار کرده بود، مجبور بود که به همین پول اونها معامله کنه اونها. و غیر از این یک کف داشتن و کف چه کیلو که چیزایی بودن که درهم استفاده می‌بردن. میگه وزنش 4 گرم و 66 حاضری ما هست. 4 گرم اگر 3 گرم و 40 است، 1 گرم 2.83 هست. اینا استاد ابوالحسن ندوی خیلی به تفصیل آورده. بعد اون همون دیناروی چی هم دیناروی طلایی بیزانتین رو میگن که وزنش 4 گرم و 55 میلی گرم بود. همون گرم وایش کردن. بعد از اون وقتی که دولت اموی به قوت میشود، اونها عبدالملک بن مروان بعد مشورت میتن که تو چه میگه دولت دیگه پولی خودت نداری، پولی دیگه اسعار خودت نداری،
بعد مسئله میتن، بعد همین دینار اسلامی رو یکم عبدالملک ابن مروان میزنن. بله خلیفه اموی تقریبا بعد از سال 86 تقریبا. انا این دینارش 20 درهم است و اون معامله میکردن مسلمانو در اون زمان که اهل مکه با اون اشاره میکردن. اما اینجا بعضی اویله های در مکه بودن که با پولداری، یعنی که حضور به اصطلاح حاضر گرمی کرد اینها رو میشد اگر همه خیلی بینیم میشد گفت اونها رو الیگارخ. بله بله الیگارخ های مکه بودن که سیاست مکه در دست اونها بود. مثلا انسانی پولدار که بودن میتونستن از جهتی سیاسی مکه رو اداره کنن. از جمله ولید ابن مغیره هست. خب پولدار بودن. بله یکی از بزرگترین میلیونرهای مکه بود. ولید مغیره الله تعالی در سوره مدثر چیکار دیگه است، در اطرافش صحبت گفتگی است. اگر یادتون باشد ما در یک حلقه در سیره گذاشتیم دربارش، وقتی که با پیامبر گفت شنید که وقتی پیامبر در اطراف اتفاق کرده شدن که ساحر گوییم، شاعر گوییم، کاهن گوییم، دیوانه گوییم، فالدین گوییم، چی گوییم، همه جا که ذرنی و من خلقت مالا ممدودا. با الله تعالی چی گفت؟ ثم یطمع ان ازید، باز زیادی میخواد، باز زیادی میخواد، با اینکه فرزندا دادم، مولا دادم، همه چی دادم، لیکن باز زیادی میخواد. یعنی که از بزرگاش هم مالداراش هم بود. دیومش ابو لهب لعین، ابو لهب عبدالعزى ابن عبدالمطلب، اینم یکی از پولدارترین میلیونرهای مکه حساب میشد در اون زمان. اما که پیغمبره؟ بله بله اما پیغمبر پولدار بود، از جمله میلیونرهای مکه بود. پس بله توجه. بعد ابو احیحه ابن سعد، ابو احیحهش اینم یکی از بزرگای پولدارای کلانی بود که میگن که قافلهش هنگامی که ابو سفیان از مدینه میگذشت که در جنگ بدر قافله هجوم کردن، اونجا میگن که 30,000 دینار بار داشت است، مال و کالا داشت. تصور کنید 20 دینار چون حاضر $4,000 است تقریبا، زیادتر. 20 دینار 100 دینار چند میشه؟ 40,000. بله 2000 دینار چند میشه؟ 80,000 میشه. 80,000 20,000 تومان 800,000 دینار میشه، $800,000. انا با 10,000 دیگرش 400 دیگر، یعنی که 1,200,000 بار داشت اصلا همین آدم درم میشه. تمام کاروان است. چند تقریبا چند پاییز باید داشت است. چند تا واگن داشت. کاندیدای کلام. غیر از این عباس اما که پیامبر اینم بای بود. عباس هم ما گفتیم که از بزرگترین مکه حساب میشد و متاسفانه با ریبا کار میکرد. کسی چی بودی؟ بنابراین پیامبر علیه السلام وقتی همون ریبای اعلان کردن حرام بودنش در حجة الوداع گفتن که اول ریبا اضعه تحت قدمی ریبا عمی عباس. اولین ریبایی که امروز من قانون باطل میکنم، قانون ریبا خوری، اما کم شروع میکنم. از خودی شروع کردن تا که برای مردم عبرت شد، مردم میگن که ها محمد در حقیقت انسانی است که اصلاح هم میخواد، از اما که خودش شروع کرد. خب اما در مسئله صنعت خیلی عربا سوس بودن، رنگ همه حاضر حالتشون. میگفتن که در صنعت این کار غیر عربا است، بنابراین بیشتر همون نیگرای میوردن، غلامای ورده استفاده می‌بردن در همون شمشیر ساختناشون، در مثلا تا خونی کعبه وقتی ساختن کن، خونی کعبه رفتن یک رومی از همون شام کرا کردن آوردن تا اینکه همون خونی کعبه سازد. میگن که سنگ و چوباش از آفریقا و از طرف افریقا آوردن میکشوندن به کشتی. این خودشون یعنی برای خودشون آر بود، برای خودشون آر. سوالات زیاد هم ولی فکر میکنم وقت تموم شد. ساعت 5 3 دقیقه وقت داریم. همگی 3 دقیقه وقت داریم. از خاطر اگر کامنتر رو یک باز کنین. اگر چیز دیگه برادر، اگر همین
این چیزی که از ما گاوز دیستیم اگر اینقدر تفصیلات اگر نخواهی کوتاه کردن ممکن است مختصر نه جایی که همین اسلوب نغز است گرچه که دراز و هم باشه لیکن ما میتونیم که مردم استفاده بریم ممکن نداره برای من مقصد من میخوام که مردم بسیارتر معلومات گیرن بریم به تفصیل گاوز نه اگر جایی که نه ما میخوایم که فقط مختصرا گاوزن اگر مختصرا باشه هم در نجم تیوی هست از مختصرش تفصیل بهتر است تا اینکه مثال معلومات بیشتر بگیریم زیرا مختصرا را عادتا گوش کردگی هستیم چی در نجم تیوی باشد چی جای دیگر مثلا ولی وقتی تفصیل می شود این خیلی معلومات است استاد یعنی این معلوم است که از چند کتاب جمع کردین کتاب ها را دیدین مطالعه کردین آمادگی گرفتین این خیلی برای ما مقصد معلومات جدیدی هست که میگیریم استاد تفصیل باشه بهتر است براتون اگر مشکل نشه استاد نه البته من میخوام تفسیر باشه چون که هم در نجم تیوی من میفشورم که خودم دیگه میگم دیگه این نمیشه فشرده کرد اون نازک شدی که مثلا نوارای دراز نمیبینند و نمیکنن اصلا اگر حاضر همین نوارایی که ما 15 دقیقی میمونیم یا 16 دقیقی تقریبا میشود 1 ساعت هم کردم هر یک موضوعش لیکن ما همون 25% فشرده مایده میکنیم که مقصد گلچین شود و مردم چیزی میخواسته که بعد کسی خواهد تفصیلات اینجا این برنامه رو شروع کردیم چون که مردمی که تفصیلات میخوان اینجا مراجعه کنن داره خب اینجا دوستا کامنت کردن بعضیا دعای خیر کردن الله برکتشون تیا بعضیا سلام گفتن و علیکم السلام بله ما خب استاد 1 دقیقه وقت دیگر داریم 1 دقیقه دراز نوشتن خب تو با استاد سوال دادن در باره خون و حضور رو باطل میکند خب اینجا ایمان زلال برادر عزیز وقتی که شما پخش مستقیم مرا بعضی بچه‌ها خبر کردند که همین پخش مستقیم ما را گرفته در یوتیوب میمونند ما خبر نداریم استاد درستی یک وقت هم برادر ما نوشته بود پیش از اینکه نویسه مونده بود پخش مستقیم اکنون در یوتیوب چی مینویسن ما خبر نداریم مقصد خبر نداریم که در کامنت چی مینویسن چیزی که هم پیش مون هست هم را کوشش میکنیم جواب بگیم استاد وقت مونم تمام شده است اینجا دوستا را اگر اجازه باشه من کم گپ زنم تا اینکه آمادگی بگیرم باز با اجازه شما خوب استاد بله دوستا چگونه که در اعلان دیدین 157 نفر ما را 57 و 160 نفر ما را تماشا دارن دوستا طبق همون برنامه ما تا ساعت ها معلوم است خب برای من ساعت 5:50 هست برای استادا که طرفای روسیه و طرفا دیگه دوستا که هستن برای اونها ساعت 7:50 7:05 شد وقت تمام شد 7:50 ما حالا از صفحه یک بار بیرون میشیم دوستا خوب گوش کنین یک بار بیرون میشیم ساعت 5 دقیقه بعد دیگر با داخل میشیم درس عقیده فقه اکبر شروع میکنیم دوستا مقصد باشین نروین یعنی 5 دقیقه پس داخل شوین درس فقه اکبر شروع میکنیم الله نگهبان دوستان خب با اجازه شما استادم من بیرون میشم من اینو حفظ کنم باشه بله شما را ثبت کنین مانید ان شاء الله 5 دقیقه بعد با داخل میشم استاد خب بله استاد